یکی از خواسته هایی که ما در تظاهرات های اخیر و در 110 شهر اعلام کردیم اینه که حکومت اسلامی رو به رسمیت نشناسید. در سراسر دنیا از دولت ها خواستیم که روابط دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع کنند، سفارتخونه ها و لانه های جاسوسی حکومت اسلامی رو ببندند و یک خواسته دیگه که در 110 شهر به تصویب هزاران نفر رسیده اینه که احمدی نژاد رو به سازمان ملل راه ندهید. روز 23 سپتامبر قرار احمدی نژاد بره سازمان ملل و اونجا سخنرانی کنه. فراخوان من به همه ایرانیان در سراسر دنیا و به ویژه در آمریکا این هست که اگر احمدی نژاد رو به سازمان ملل راه بدن، حتما باید در مقابل سازمان ملل تجمع کرد و این واقعه را به یک اتفاق سیاسی مهم تبدیل کرد. ما میخواهیم که بریم در داخل سازمان ملل و از همه دعوت میکنیم که حضور داشته باشند در محل برای اینکه این واقعه را به یک افتضاح سیاسی برای حکومت اسلامی تبدیل کنیم. با در دست داشتن عکس‌های ندا آقا سلطان و سکینه محمدی آشتیانی و با در دست داشتن شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر حکومت سنگسار و اعدام و حکومت سنگسار را به رسمیت نشناسید، باید کاری بکنیم که سازمان ملل روابط دیپلماتیک خودش رو و همه دولت‌ها با جمهوری اسلامی قطع کنند. وعده ما 23 سپتامبر در مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک.